از خواب برخیز، بیداری نزدیک است. خوش آمدید به قسمت سوم اسرار احمدشاه قاجار تا خمینی. این برنامه در از قسمت 93 اسرار تاریخ. هدف این برنامه این نیست که ما اسرار تاریخ رو کاملا باز کنیم، چون عرض کردم اون برنامه 150 تا برنامه ما باید بریم تا تاریخ سرزمین پارس رو از اول بنویسیم و توضیح بدیم. هدف ما از این برنامه اینه که یه 700-800 سال گذشته رو یه مروری بکنیم که ببینیم که قراره چه بکنند الان. یعنی قراره که نور رو بر بعضی از مکانهای تاریخی بتابانیم تا پشت پرده تاریخ یه مقداری بیاد بیرون، تا بتونیم در این دوره‌ای که قراره که رژیم ایران تبدیل، تغییر یا تکبیر بشه، یارای ریستارتی خودمون این 15 میلیون رو آماده کنیم و شما ایرانی ها رو بهتون سیاست موجود در جهان رو بفهمونیم. اولین چیزی که در تاریخ هر کشوری و در شخصیت نهفته هر لیدری، هر پادشاهی، هر امپراتوری باید وجود داشته باشه، بینش اون رهبره، بینش اون پادشاه، سلطانه، بینش اون عرضم حضور شما که امپراتوره. یعنی یک کشور به 3 چیز احتیاج داره. یکیش اون امپراتور است، اون رهبر است، اون پادشاه است. این آدم باید از نظر اندیشه بسیار قدرتمندی داشته باشه، یعنی باید جلوتر از کشورش باشه. این آدم نباید فالوور و مقلد مثل میمون مقلد مردمش باشه. نباید بیاد به مردمش بگه دموکراسی نظر شما چیه. باید نظرهاشو طوری بده، آنچنان با قدرت پادشاهی و امپراتوری کنه که مردم فالوور اون باشن. پس ما در طول تاریخ ممکنه یه پادشاهی آدم خوبی باشه، ولی جزو سانابد بیچترین پادشاهان تاریخ ایران. ما یادت باشه در تاریخ ایران 5 تا پادشاه داریم که دیگه از اینا مادر جنده تر نیست. یعنی هارون رشید و اینا رو فراموش کن، دوران عباسیان رو. اصلا خود خمینی و خامنه‌ای و شاه هم جزو این 5 تا نیستن. یعنی من اگه بخوام تاریخ رو دوباره برق بزنم از اول توضیح بدم، میبینیم در طول تاریخ تا اسم نمرود میاد میگن واو، چون تو نمیدونی نمرود چی کار کرده. اصلا تا اسم فرعون دوران موسی میاد همه جهان میگن واو، ولی نمیدونن این فرعون چیکار کرده. میدونی، یعنی یک فرعونی که پادشاه ایرانی که در مصر بوده، زده خار مادر بنی اسرائیل رو، ریستارتی ها و بچه های عرفانی رو در آورده و یکی از بزرگترین سوفیسم های تاریخ بشریت، یعنی امام زمان های اون دوره رو تبعید کرده به نام شعیب. یعنی یک اتفاق بزرگ اتفاق افتاده. حالا این اتفاق بزرگتر هر کشوری ممکنه یه روزی تو بی پول بشی، یه کشوری فقیر بشه، یه کشوری پولدار بشه، یه کشوری تجزیه بشه، یه کشوری تجزیه نشه، بهش اضافه بشه. اینا یه بحثیه. تو اولین چیزی که به عنوان یک ایرانی باید بدونی اینی که در انتخاب رهبر باید رهبری انتخاب کنی که بینش سیاسی بزرگ و قوی داشته باشه. یعنی ساختار کشورهای جهان بدونه. شما نگاه میکنی به شاه، نگاه میکنی که انقدر این مردی که گاو بود از نظر سیاستهای جهانی، که یه زمانی تو دست و پای اسرائیلیا بود، بعد مصاحبه های شروع کرد که مرگ بر این اسرائیلی ها و فلان، رفت سمت فلسطینیا. اینو باید شاشید زیگزاگ صورت هم که پادشاهی. دقیقا مثلا الان فکر کن ناتانیاهو با رضا پهلوی جلسه گذاشته، من به عنوان یک امپراتور، پادشاه، رهبر، لیدر میلیون های ایرانی بیام بگم مرگ بر اسرائیل.
خب فرق من با شاه چیه؟ فرق من با شاه اینه که من ساختار سیاسی اسرائیل میشناسم. شاه انقدر احمق بود که نمیدونست لحظه‌ای که داره از کشور میره بیرون توی آمریکا نمیتونه هواش فرود بیاد. اینقدر گاو بود اصلا، یعنی اگه من زمان شاه بودم اصلا به سمت آمریکا نمیرفتم. یعنی ساختار سیاسی آمریکا اصلا نمیشناخت. اصلا نمیدونست که الان که الان نیست، ولی نمیدونست که مثلا مثال میزنم بوش با ترامپ الان و اوباما سه شخصیت متفاوته. اصلا نمیدونست که گروهی در آمریکا حاضرن که حمله نظامی کنن به اسرائیلیا رو، یعنی 100 برابر هیتلر یهودیا رو بکشن، و گروهی در یهودیا وجود دارن که عاشق تیکه پاره کردن و تجاوز به زنهای شیعه ان. اصلا نمیدونست، یعنی سیاست رو نمیشناخت. پس اول از همه باید اون شخصیت، اون لیدره باید مشخص باشه. یعنی خود اون لیدره باید روسیه رو بشناسه، فرانسه رو بشناسه، آلمان رو بشناسه، انگلیس رو بشناسه، آمریکا رو بشناسه، کشورهای دیگر رو بشناسه، منافع رو بشناسه، زوایای پولدار شدن کشورش و مردمش رو بشناسه. ما در طول تاریخ اشتباهات بسیار بزرگ پادشاهی بوده به مغولا اینجوری کرده، مغولا اومدن زنای ایرانی رو بردن. ببخشید خفه شو مادر قهوه چی رو ببخشید، خار مادر کشور رو از بین رفت، نابود کردی سرزمین پارسو، ببخشید. به همین خاطر در این سری از برنامه‌ها من دارم فضا رو باز می‌کنم که یک لیدری هم در سال 2024 به قول خودمون، خب خیلی باید باهوش باشم. یعنی من که لیدرم، من که الان میتونم موبایلم کنترل تصاویر، کنترل سیستم، کنترل صدا، کنترل آدم‌هایی که در فضای اکسیدنت بیرون میان، کنترل همه کار میتونم بکنم، میتونم منو بفهمن. من که بعدش هم تو نگرش عرفان و تصوفی دارم، من که نمیتونم دروغ بگم، که من دروغم و طوری باید بگم که سازمان‌های امنیتی و کشورها رو خر کنم. یه مثال کوچولو بزنم که بفهمید تا بریم سر مطلب اصلی. یعنی من اگر یه روزی یه داستانی هست که میگفتن که یه معما بود، میگفتن 2 تا در هست، یکیش در بهشت، یکیش در جهنم، یک زندانی رو آوردن بغل هر کدوم از این درها یه نفر وایساده، یکیشون راستگو بود، یکیشون دروغگو بود، و به این گفتن که با یک سوال باید بفهمی کدوم در نجاتته. یه در میکشیمت، یک در هست که تو رو آزادت میکنه، پیدا کن در آزاد شدن تو و نجات پیدا کن. این آدم که دروغ نگفت، با یک سوال در نجات رو پیدا کرد. یعنی پس احتیاج به هوش داشته. یک دروغگو دم یک دره، یک راستگو دم این دره. عین سیاست الان. یعنی چی؟ یعنی اگه من رهبر قبیلی باشم، زبان بدنم رو باید بشناسم، میدان مغناطیسی رو باید بشناسم، ارتعاشامو بتونم بالا پایین کنم. در دوران 2024 اینجوریه. حالا با زبان بدنم نمیتونم که دروغ بگم. 2 تا جمله میخوام بگم، تو یک جمله وقتی این جمله راست رو دارم میگم به سمت بالا نگاه میکنم، همون جمله راست رو میگم به سمت چپ بالا نگاه میکنم. سازمان امنیتی میگه این به سمت بالا نگاه کرد، پس این جملهش دروغه. بعد از 10 سال میفهمم نه اتفاقا این جمله راست بوده، فقط من با زبان بدن گولش زدم. این دوربین الان نشده حرف میزنم. اگه من باهوش نباشم، زیرک نباشم، به قول دوستان کیس نباشم، سیستم میریزه به هم. در برنامه‌های گذشته، حالا میخوام مثالم بزنم، توضیح دادیم که 600-700 سال از 1500 و خورده‌ای سازمان‌های امنیتی تصمیم گرفتن که چیکار کنن نجات پیدا کنن. یعنی چی؟ یعنی بعد از اسلام یک گروهی تولید شده در جهان به نام عرفان و تصوف اسلامی. اینا میگن در صورتی که اصلا عرفان و تصوف ربطی به اسلام و مسیحیت و اینا نداره، گذشته است. برای همین همیشه به ریسارتیا گفتم آقا ما اصلا با هیچ دینی مشکل نداریم، ما اصلا هر دینی نگاه می‌کنیم اینجوری، مثل بی دین‌ها، آتئیستا، بی خداها و دیندارا رو ما اینجوری بهشون نگاه می‌کنیم. لازم نداره. در امپراتوری پارس آینده هم اینجوری برو زندگی کن، تبلیغ خودت کارت بکن. دینی بخواد دینی رو حذف کنه، خار مادرش رو سرویس میکنه.
یعنی کاری که الان سازمان امنیتی با میلیاردها دلار میخوام بکنن و تو ایرانی چون تو داخل ایرانی با اینا جلسه نداشتین، من جلسه داشتم. اشتباهات اینا این بوده که اون تاریخ اینقدر احمق بودن، نمیدونستن که روبروشون چه شخصیتی وجود داره، نمیدونستن این آدم چه کاراکتری داره. همین خاطر یه سری چیزایی رو گفتم، بعد همین چیزشون رو فهمیدم که اینها اصل مشکلشون نیست که رژیم رو عوض کنن، اصل مشکلشون اینه که به زن و بچه شیعه تجاوز کنن، اسلام رو تخریب کنن، ایران رو تجزیه کنن. همین جلسات ما هی به هم میخوره. ما میگیم آقا ما دین رو نمیخوام از بین ببریم. حالا فکر کن که سازمان امنیتی با من جلسه بزنن بگن که حالا بیام یهودی‌ها رو خارمادرش سرویس کنیم. میگم برای چی ما دین یهود رو نباید از بین ببریم؟ ما دین یهود رو باید تربیت کنیم، زندگیشون کنن، تبلیغ کنن، یه مردم ایران شاید یهودی باشن، مسلمان باشن، ما ربطی نداره. پس شخصیت ها رو میخوام توضیح بدم در طول تاریخ چه اتفاقاتی افتاده. پس عرفان و تصوف در طول این چند هزار سال همیشه ناجی سرزمین پارس بوده. اوکی. و بعد سازمان‌های امنیتی در یه تاریخی جاده‌ای به نام جاده ابریشم می‌خواستن درست کنن که از چین و هند بتونن و اجناسشون رو ببرن به سمت اتحادیه اروپا، به قول خودمون اروپای قدیم. و تو این جاده موجوداتی زندگی می‌کردن به نام عرفان و تصوف که یک اجازه نمیدادن ایران تجزیه شه، دو اینکه نمیذاشتن اینا آب خوش از گلوشون بره پایین. یک عده‌ای از اینها در هندوستان بودن که در برنامه‌های 2 قسمت قبل توضیح دادم که گورکانیان در اون زمان داشتن حرکت میکردن و وصل بودن به عرفان و تصوف. یک گروهی هم سمت چپ وجود داشتن به نام امپراتوری عثمانی که از قبل استارتش توسط عرفان و تصوف زده شده بود، یعنی عرفانی بودن، بعد انحراف پیدا کردن که شد امپراتوری عثمانی عظمت. پس دقت کنید، این سرزمین پارس عرفان تصوف ششه. در هندوستان عرفان و تصوف رفته، عرفا و شعرای بزرگ در هندوستان شروع کردن رشد کردن، اندیشه ها در هندوستان داره حرکت میکنه. الان اگر هندوستان هر چی راجع به دموکراسی حرف میزنن، صدقه سریع سرزمین پارسه. و این طرف هم عثمانی ها دارن حرکت میکنن و یک نگرش عرفانی تصوفی دارن، اما انگاری دین اینا دین سنیه و انگاری دین اونا دین شیعه. در صورتی که اصلا شیعه و سنی نداشته، یک نگرش متفاوت دیگه ای داشتن. در دوران صفویه هم توضیح دادیم که یک سری بازیگر، هنرمند، رقاصه، عرضم حضور شما که تاریخ نگار، فیلسوف، اندیشمند فرستادن سرزمین پارس تا ببینن سعدی و مولوی و حافظ و اینا چیه که بتونن ایران رو از وسط متلاشی کنن و سرزمین پارس رو کمپلت نابود کنن تا بتونن جاده ابریشمشون رو. خیلی ساده بود موضوع، جاده ابریشمشون بود. صفویه از بین میره. دوران صفویه داستان تموم میشه، دانشمندان هم فیلمنامه ها رو نوشتن. اما بعد از صفویه یک اتفاق دیگری میفته. حالا محمود افغان اینا رو بذاریم کنار که دوران صفویه، در دوران صفویه هم سازمان امنیتی 4-5 بار کودتا کردن. این دوران کوروش بزرگ 4-5 بار زرتشتی‌ها کودتا کردن. اینا کودتا میکردن تا بتونن تخریب کنن. سر شاه سلطان حسین تونستن پیروز کنن. یعنی آخوندها رو، شریعت رو آوردن تو مملکت تصوف و عرفان و حلش کردن توش. اینا همه فرمولای بسیار مهمی که شما باید بدونید. حل کرده. یهو آخرای صفویه، کشوری که سرزمین پارسی که توش عرفان تصوف بود، یواش یواش دیگه مده ها سینه می‌زدن. یعنی روس ها و انگلیسی ها و پرتغالی ها، اروپایی ها اومده بودن و یواش یواش داشتن تضعیف میکنن عرفان تصوف و شریعت رو، یعنی طریقت رو از بین میبرد، شریعت رو داشتن قوی میکنن. این اتفاق افتاد که امپراتوری صفوی توسط همین موضوع پاشیده شد. فیلمنامه اینا چیه؟ فیلمنامه اینا جاده ابریشمه. جلسه گذاشتن، گفتن خب حالا خدا رو شکر ما که آخوندا رو دوباره به قدرت رسوندیم
خار مادر تصوف عرفان هم که سرویس کردیم دیگه. شاید الان مردم یواشاش فهمیدن که شاه سلطان حسین آش نظری میذاره عین فرح دیبا، میشینن مسجد میرن هی امام رضا دخیل میبندن، بعد فال و رمل و اینا میگیرن، یا خدا ما نشستیم کمک این کارا میکنن. مردم هم یواشاش دیگه عرفان دارن از بین میبرن. گفتن خب اوکی همزمان استارت بزنیم. گفتن استارتمون چیه؟ روس‌ها و انگلیسی‌ها تو اون جلساتی که گذاشتن و خیلی در فضای تاریخی پنهانه اومدن گفتن حالا پس ایران صفویه داره از بین میره، دو تا مشکل داره تو جاده ابریشم. قبلا سرزمین پارس مشکل داشت. چرا؟ چون از هندوستان و چین جنس رو می‌آورد اینجا گیر میکرد، عثمانی خارج شد میرفت تو اروپا، این وسط گیر بود. حالا دو تا مشکل دیگه هم داشتن. دو تا مشکل دیگه شون چی بود؟ این که در هندوستان اون گروه عرفان و تصوف هنوز وجود داشت، گورکانیان هنوز بودن، یعنی خود هندوستان درگیر بودن، روس‌ها، انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها تا بتونن اجداسشون رو آماده کنن، همش جنگ درگیری داشتن. از این سمت هم عثمانی‌ها پدر سیستم رو در آورده بودن. این وسط یک پادشاه احمق سنی که دینش سنی بود ظهور کرد، ظهورش دادن. یعنی سازمان‌های امنیتی مثل الان که میلیاردها دلار دارن خرج میکنن، صبح تا شب تمام فارسی زبان‌های خارجی رسانه‌های ایرانی رو می‌بینی شاهزاده یک مادر قهوه رو دارن هی مطرح میکنن. اون موقع در اون تاریخ یک مادر قهوه سازمان امنیتی، ولی حالا نمیتونه بگی مادر قهوه، یه آدم مهمی رو وارد سیاست سرزمین پارس کردن. تو یه خط یعنی چی؟ یعنی من به مادر تو تجاوز کردم، یه نفر اومده از مادر تو دفاع کرده و تو انقدر خر بودی که بعد از این که به مادر تجاوز کردن اومدم با خواهر ریختم رو هم، دوتایی با هم این یار تو کشتیم. یعنی از تو، از نیروی تو استفاده کردم برای نابودی دشمن خودم و دوست تو. این دیگه اوج خریت کشوره. در سرزمین پارس نادرشاه افشار ظهور میکنه. کار نادرشاه چیه؟ کلا تو زنده به چه صورتی به قدرت رسیده؟ یک مهره امنیتی پنهان چجوری پادشاه شده؟ حرف نادرشاه افشار این بود که من میخوام سرزمین پارس رو دوباره بزرگ کنم و انتقام صفویه رو بگیرم با این شمشیر ذوالفقاره. یعنی فکر کن یه سنی شمشیر ذوالفقاره. این صدام حسین دیگه، صدام حسین توی عراق کشور شیعه، یک سنی اومده بود اسلحه میزد، نادرشاه افشار ظهور کرد و دقیقاً فیلمنامه انگلیسی‌ها و روس‌ها رو نادرشاه افشار انجام داد. یعنی نادرشاه افشار توسط کمک سنی‌ها، زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، بیزینسمن‌ها، سازمان‌های امنیتی قدرت گرفت تا توسط مردم شیعه عرفان و تصوف سرزمین پارس بزنه، خارمادر عرفان و تصوف سرزمین هند رو از بین ببره. یعنی نادرشاه افشار اومد گفت این تتمه افغانیایی که به ما حمله کردن کجاست که ما از هنوز مردم صفویه رو دوست داشتن دیگه، که انتقام صفویه رو بگیریم. رفت هندوستان، گورکانیان از بین برد. یعنی دقت کنید خیلی نکته بود، بریتانیا، انگلیس اصلا نمیتونست هندوستان رو بگیره و مستعمره رسمی اونجا بشه و جاده ابریشمش رو درست کنه. نادرشاه افشار حمله کرد هندوستان، مردم هندوستان کش، عرفا، بچهای عرفانی مذهبی ریستارتی، میگم مذهبی ریستارتی عرفانی رو کش و
هندوستان رو تجزیه کرد تا بریتانیایی‌ها بریزن هندوستان رو بخورن که تا الان دارن میخورن. آیا نادرشاه افشار انگلیسی‌ها رو برد تو جنگ؟ روس‌ها رو برد تو جنگ که کشتشن؟ آلمانی‌ها رو برد تو جنگ؟ نه، شیعه رو برد علیه شیعه. یعنی عرفان رو برد علیه عرفان و مردم ایرانی مثل سگ مردن، شهید چیز خر شد. پس با حمله به هندوستان بریتانیا رو مسلط کرد به هندوستان. بیکار نشد هنوز. نادرشاه افشار به عثمانی هم حمله کرد. چرا؟ چون عثمانی ها به شدت با روس ها درگیر بودن. حمله نظامی کرد توسط مردم عرفان و تصوف شیعه، حمله کرد سربازان احمق ایرانی، حمله کرد به عثمانی با این کلک که چرا اجازه نمیدین پنجمین دین، یعنی میگفتن شافعی و حنبلی و مالکی و اینا که 4 تا از چیزای ارزم شما که سنی بودن و هر جا هم با فنون کلک و زیرکی خودش انجام داد. یعنی وقتی به هندوستان حمله کرد میگفت ای هندیان کافر، که تمام طلاهاشو آورد که 99% الان تو بریتانیا بود، توی قبلا تو روسیه هم بود، رفت سمت اتحادیه اروپا. یعنی هر کی ما طلا آوردیم رفت اونور. یعنی انگار نادرشاه رو فرستاد به هندوستان که طلاها رو بگیره ببرن. از این طرف هم حمله کرد به جرم این که شما عثمانی ها چرا شیعه جعفری رو قبول ندارین؟ ایرانی های شیعه خر جعفری رو خر کرد، دوباره حمله کرد به عثمانی ها و زد خوار مادر عثمانی ها رو هم سرویس کرد. قشنگ اون تیکر هم تحویل روسا بود. یعنی این رهبر، این پادشاه سلطان صاحب قران، این بیناموس دقیقاً دو کاری رو که انگلیسی ها و روس ها نمیتونستن بکنن انجام داد. چقدر ایرانی مرد، چقدر هندی باورمند اعتقاد به عرفان تصوف مردن، چقدر آدم‌های خوب در اون لحظه در عثمانی ها مردن که بعد گفتن نادرشاه دیوانه شد و فلان. این کل حرف منه. یعنی میخوام بهت بفهمونم که کافی نیست که یک لیدری یا پادشاه باهوش داشته باشی، کافی است که باید حتما این پادشاهه بدون اینکه بفهمه. چون بعضیا میگن نادرشاه نفهمید و این کارا رو کرد. اگرم این مادر قهوه نفهمید و این کارا رو کرد، مادر قهوه است که احمقه. حالا تو نگاه کن، کل تاریخ تکون میخوری، روس ها و انگلیسی ها و آلمانی ها و فرانسوی میگن درود بر نادرشاه. اصلا انگار تاریخ ما 2 قسمت داره. کلا انگار تاریخ ما 2 قسمت داره، محمد رضا شاه، نادرشاه. همش تبلیغ میکنن. اسم باباشو ببین، امام قلی، امام اصلا شیعه امام نمیذاره. امام محمد مثلا وقتی کلمه امام میاد یعنی حتما شیعه نیست دیگه، خیلی ساده است دیگه. کلمه امام جرأت نداره بزنه امام شیعه، میگه ما 12 امام داریم. اسم بچه‌هاش نگاه کن، قلی میرزا، نمیدونم چی یه رضا قلی چی نگاه کن، از یه اسم بچه‌هاش نگاه کن، اسم ارزم حضور شما که باباشم نگاه کن. مشکلات تولید شد. پس نادرشاه بزرگترین محبت رو برای اینکه به زن و بچه ایرانی حمله کنن و بتونن کشور ایران تجزیه کنن و جاده ابریشم بریتانیا از اون طرف تا این طرف زده شه کمک کرد. نادرشاه چند سال مونده به 76 آمریکا؟ 30-40 سال. یعنی اون موقع انگلیسی ها همزمان داشتن با
فرانسویا و اینا میرفتن که یه قاره جدید کشف کنن، مغول آمریکا رو کشف کنن، اونجا شروع کنن پولا رو خوردن. از اون زمان حمله کرده بودن تو آفریقا، اونا رو هم داشتن میخوردن. نیرو نداشتن که به هندوستان حمله کنن، نیرو نداشتن که به عثمانی حمله کنن. ایرانی ها رو شهید چیز خر کردن. اون وسط پادشاه اردک و الاغ شمشیر دو ذوالفقاری مسخرش رو آوردن. خود ایرانی ها با دست خودشون خار مادر خودشون رو کمپلت سرویس کردن که ایران تجزیه شد تا افشار. که قضیه زندیه هم توضیح دادیم. پس تمام فیلمنامه، این فیلمنامه از کی شروع شد؟ از زمان صفویه. روس‌ها و انگلیسی‌ها نوشتن که چیکار کنن تا بتونن رژیم ایران رو عوض کنن و این جاده رو درست کنن، که این کارو کردن توسط مهرهاشون. که بعد گفتیم که کریم خان اومد، بعد از خاربادر کریم خان رفت رو هوا، دوباره عرفان و تصوف توسط آقا محمد خان قاجار که هیچ کس در جهان از این خوشش نمیاد. خیلی جالبه، آقا قاجار اسمش میاد، انگلیسی‌ها اون پشت میشاشن به خودشون، میشاشن به خودشون، از عصبانیت نمیدونن چیکار کنن، چون دوباره شاشیده شد تو تمام تفکرات جاده ابریشمیشون و اسمش رو به عنوان خواجه. انگلیسی‌هایی که میگن خدایا ای کاش ما رو همه رو گی میآفریدی، از این طرف فمینیست و گی تبلیغ میکنن، از اون طرف اسم آقا محمد قاجار میگن خواجه بود، گی بود. ما نفهمیم گی خوبه گی بده، اولا گی نبود، خواجه بود و این کار رو انجام دادن. پس همزمان اتفاق افتاده. آقا محمد قاجار که اومد با اون اندیشه‌هایی که دوران صفویه درست کرده بودن، رفتن سراغ دین جدید که سید علی محمد باب شیرازی، تا میگم شیرازی یادت باشه که آخرین جلسه رضا پهلوی در اسرائیل با اون گروه ها چی بود؟ این بود که ایران رو تجزیه کنه، فقط شیراز رو بدن رضا پهلوی. یعنی استان فارس قرار بشه سید رضا پهلوی. سید علی محمد شیرازی ملقب به باب. وقتی میگن شیرازی یعنی این شیرازیه، یعنی از اون تاریخ هنوز این اتفاق افتاده و در دوران رضا شاه هم این اتفاق افتاده که میخوام یواشش باز کنیم تاریخ و صفحاتش رو باز کنیم. یعنی اون فیلمنامه‌ای که اون تاریخ نوشتن به شدت در حال انجام شدن بود و چون رضا شاه اسمش میرپنج و رضا ماکسیم و نه چهره داشت نه قیافه داشت نه شخصیت چیزی داشت که بگیم که مثلا من نگاه کنی یارو میگه خوشتیپ و خاصه، یه شخصیتی داره، تفکری داره، سوادی داره، مثلا حالا حتی اگه مثلا حالا تو خامنه‌ای یا اینا نگاه کنی همچین چیزی نمی‌بینی توشون، ولی تو صورت مثلا خامنه‌ای کاریزما می‌بینی، میگی آقا درست آخونده ولی کاریزمایی داره، میدونی یکی کاراکتر خاص خودش داره. و چون این چیزها رو نداشت اومدن زمانی که رضا شاه به قدرت رسید اولین کاری که کردن این بود که یک تاریخ جدیدی نوشتن و ساسانی‌ها رو کردن تو باسن ایرانی‌ها. یعنی دیدن این تاریخچه و قدمت نداره، این خاندان میرپنج و رضا شاه، تازه رضا شاه یه سال توضیح دادم تو برنامه ها کاری نداریم، اومدن و 7-8 تا از فروغی و جنگل و بنگل و اینا ریختن و عرضم حضور شما که دورش تا بهایت رو آماده کنن و این خانواده رو این وسط ها کات بزنن، یه ذره آقای رضا شاه رو بچسبونن به نادرشاه، یعنی به همون آدمه، چون نمیتونن مهرهاشون از بین ببرن که، بعد بچسبونن به پشت ساسانیان بره تا کوروش هخامنشی که بعد میبینیم چرا محمد رضا شاه پهلوی شروع کرد این حرکت ها رو انجام دادن. با یک جمله برنامه رو تموم میکنیم. رضا شاه رو انگلیسی ها بردن، اما زمانی که بر اثر فشار آمریکا قرار شد که انگلیسی‌ها و روس‌ها از ایران خارج شن، انگلیسی‌ها فشار آوردن که پسرش شاه کن. در برنامه قبل توضیح دیدیم چرا رضا شاه رو بردن انگلیسی‌ها، برای اینکه به رضا شاه گفتن دین رسمی ایران رو بهایت اعلام کن، نکرد.
حمله نظامی کردن، ایران رو از بالا و پایین گرفتن تجزیه کنن، رضا شاه رو تبعید کردن. خب خیلی منطقیه وقتی رضا شاه قبول نکرد که دین رسمی شیعه رو تبدیل به دین رسمی بهاییت بکنه، این رضا شاه رو که براشن، چرا انگلیسی‌ها فشار آوردن پسرش دوباره شاه بشه؟ عجیبه، اینقدر عجیبی که رضا شاه با هیتلر رو هم ریخته بود و اسرائیلی ها الان با رضا پهلوی جلسه میذارن. همینقدر عجیبه. تا قسمت بعد ادامه دارد. اسرار تاریخی که تو الان باید بدونی که میخوان چیکارت کنن. چرا رضا شاه که قرارداد دارسی رو نوشت، نفت ایران رو داد کمپلت تا 1373 4 شمسی، یعنی تا 30 سال پیش، تا 30 سال پیش شاه نفت رو فروخته بود. بعد یهو این وسط آمریکایی‌ها اومدن و با انگلیسی‌ها اون پشت درگیر شدن و نفت رو گرفتن. یعنی رضا شاهی که امضا کرد کل بودجه نفتی ایران رو داد به کشورهای خارجی، چه ربطی به محمد رضا شاه بعد اومدنش داشت؟ و چرا مصدق تولید شد؟ و باز دوباره براتون میگم به سوالهای قبل، چرا مجاهدین خلق الان حضور دارن؟ چه گروه‌هایی در دوران مشروطه تفکیک شدن؟ چه گروه‌هایی تلاش کردن که قاجاریه رو برگردونن؟ چه گروه‌هایی قاجاریه رو کشتن تا خاندان جدید و تأسیس پهلویه رو برسونن؟ شاهنشاه، این کلماتی است که راجع به نادرشاه میگن، سلطان سلاطین جهان. چرا رضا شاه میخواست جمهوری باشه مملکت؟ گوشتن تو گوشش گفتن باید پادشاهش. و سوالهای بسیار عمیق که در برنامه‌های بعد براتون بیشتر باز میکنم. بدرود. از خواب برخیز، بیداری نزدیک است. از خواب برخیز، بیداری نزدیک است. هوشیار باش، آزاد باش، ابرها از خورشید بیزارند، ابرها از خورشید بیزارند و پس باران شد به باران شد